شما از ارزش‌های اخلاقی نام ببرین، او را در زندگی پیامبر ارزیابی میکنیم. بعضی از ارزش‌های اخلاقی را نام ببرین، ارزش‌های اخلاقی نام بگیرین، یگانتش نام بگیرین، راستی، صداقت، امانتداری بگیرین. ارزش‌های اخلاقی نامش آدم بلد نیستین. وفا به عهد، ما یاد میگیره، باز مورد پیامبر میگیم. دیگه چی ارزش اخلاقی داشت؟ صداقت، مهمان نوازی، امانتداری. صداقت نوشته کردن دیگه، رازگویی صداقت یکیست. مهربانی، صله رحم، شجاعت، احترام به بزرگان، شفقت. دیگه همه قبلدین. تواضع، صبر، توکل. مفاهیم اخلاقی بگیم، توکل بیشتر مفهوم ایمانی است. هر کدام از اینا رو ببینید. وفا به عهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وفا به عهدش که پیامبر با آنچه که وفا کرده سرسخت ترین دشمنش در موردش مطمئن بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین پیمان صلح حدیبیه را بسته میکنه، ابو سفیان که میره، شما تفصیل داستانش میدونید نه، پیش هرقل میره. هرقل از ابو سفیان پرسان میکنه، میگه آیا شده که با شما خلاف وعده عمل کرده باشه؟ ابو سفیان میگه نه. پیامبر با سرسخت ترین دشمنش که 20 سال با پیامبر جنگ کرده، او شاهدی میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم خلاف وعده خود عمل نکرد. صداقت پیامبر صلی الله علیه و سلم چی رقم؟ از اینمی ابو سفیان که به پیامبر ایمان نداره و جنگ بر علیه پیامبر رهبری میکنه، در مقابل هرقل در مورد صداقت پیامبر میگه. هرقل از پرسان میکنه قبل از اینکه ادعای پیامبری بکنه، شما گاه شده که ایرا متهم به دروغگویی کرده باشین؟ هرقل میگه، ابو سفیان میگه نه. شما تصور بکنین سرسخت ترین دشمن پیامبر که جنگ بر علیه پیامبر رهبری میکنه، در مقابل یک نفری که به اصطلاح از پیامبر دفاع هم نمیکنه، در مقابل از او میگه در طول حیات زندگی پیامبر ما یک بارم پیامبر متهم به دروغگویی نتونستیم بکنیم. یعنی دروغ ازش ثابت نشده و نشده، حتی متهم به دروغگویی هم نشده پیامبر قبل از نبوتش. این تو یک شخصیتی.